تصور کنید همه آدمایی که میشناسیم یه دفعه ازمون متنفر بشن. هیچکس حتی حاضر نباشه بهمون نگاه کنه. وحشتناکه نه؟ جالبیش اینجاست که از همون چیزی که داریم میترسیم همین الان داره زندگیمون رو میسازه. ترس از اینکه دیگران از ما خوششون نیاد. یا به عبارتی همون چیزی که میگیم شجاعت منفور بودن. بیاین با خودمون رو راست باشیم. چند بار شده به خاطر اینکه کسی قضاوتمون نکنه یا طردمون نکنه کاری رو که واقعاً دوست داشتیم کنار گذاشتیم یا خود واقعیمون رو پنهون کردیم. به نظرتون چرا انقدر تایید دیگران برامون مهمه؟ اگه برگردیم به هزاران سال پیش، زمانی که انسان‌ها توی قبیله‌ها زندگی می‌کردن، طرد شدن از جمع مساوی بود با مرگ. چون تنها موندن یعنی نداشتن غذا، امنیت و حمایت. حالا سوال من از شما اینه: فکر می‌کنید این ترس قدیمی هنوز توی مغز ما فعاله؟ بله. حتی الانم وقتی کسی یه کامنت منفی پای پستمون میذاره یا نادیدمون میگیره، همون حس قدیمی فعال میشه. اینجا یه سوال کلیدی مطرح میشه. مسئله اصلی این نیست که چرا میترسیم، بلکه اینه که چه کسی جرأت میکنه با وجود این ترس باز هم خودش باشه. شما چی فکر میکنید؟ تا حالا شده با وجود ترس از قضاوت حرفتون رو بزنید و پای خودتون وایسید؟ یکی از بهترین مثالها گالیله است. اون حقیقت رو گفت ولی در عوض منفور شد. حالا اینجا ازتون میپرسم، اگه جای گالیله بودید، حاضر میشدید حقیقت رو بگید حتی اگه همه علیهتون بودن؟ خیلی وقتا ما بین دو گزینه گیر میکنیم. یکی اینکه محبوب باشیم و همه دوستمون داشته باشن، یا اینکه خود واقعیمون باشیم حتی اگه همه خوششون نیاد. شما کدوم انتخاب میکنید؟ محبوبیت یا اصالت؟ واقعیت اینه که انتخاب دوم شجاعت میخواد. خیلی وقتا ما یه نسخه ویرایش شده از خودمون رو به دنیا نشون میدیم. کارل یونگ بهش میگفت پرسونا یا همون خود دروغین. این ماسک کمک میکنه موقتاً تایید بگیریم، اما بعدش چی؟ نتیجهش خستگی، پوچی و حتی افسردگیه. قبل از این که بریم و نظر بزرگانی مثل کیرکگور و وینیکات، لاوتسه و سارتر رو بهتون بگیم، اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید و ازش خوشتون اومده، لطفاً ویدیو رو لایک کنید تا ما هم انرژی بیشتری ازتون بگیریم. کیرکگور میگفت وقتی پشت جمع قایم میشیم، خودمون رو از دست میدیم. وینیکات مفهوم فالس سلف رو مطرح کرد. لاوتسه میگفت تایید دیگران زندانیه که ما رو برده میکنه. و سارتر جامعه رو جهنم میدونست چون هویت فرد رو میدزده. به نظر شما حرف کدوم فیلسوف بیشتر به زندگی امروز ما میخوره؟ البته قضاوت‌ها همیشه بد نیستن. جامعه برای بقا بهشون نیاز داره. ولی مشکل زمانی شروع میشه که ما هویتمون رو بر اساس این قضاوت‌ها بسازیم. اینجا از شما میپرسم، تا حالا شده فقط برای خوشایند دیگران کاری کنید که حتی خودتون بهش علاقه نداشتید؟ یه پدیده جالب هست به اسم اثر نورافکن. ما فکر میکنیم همه دارن ما رو نگاه میکنن، ولی تحقیقات میگه خیلی کمتر از اون چیزی که فکر میکنیم مردم به ما توجه دارن. فکر کنید، اگه واقعاً مردم کمتر از چیزی که فکر میکنیم به ما اهمیت بدن، چه حس آزادی بخشی پیدا میکنیم؟ شما چه کارایی رو شروع میکنید اگه بدونید کسی اونقدرها توجه نمیکنه؟ گاهی وقتها ما آدم‌ها بدون اینکه خودمون بفهمیم تبدیل میشیم به اسیر نگاه دیگران. توی جمع ساکت میشیم که نکنه مسخرمون کنن. روی شبکه‌های اجتماعی چیزی رو به اشتراک نمیذاریم که نکنه قضاوت بشیم. و حتی توی انتخاب لباس یا سبک زندگیمون هم ناخودآگاه دنبال تایید بقیه‌ایم. این ترس مثل یه سایه همراهمونه. اما نکته اینجاست. شجاعت یعنی با وجود همین سایه‌ها باز هم خودمون رو زندگی کنیم. دوستان، حالا نوبت شماست. تا حالا شده به خاطر قضاوت یا نگاه دیگران خود واقعیتون رو پنهون کنید؟ یا برعکس، با وجود مخالفت جمع پای تصمیم و انتخابتون وایسید؟ لطفاً تجربه هاتون رو همین پایین توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. باور کنید حرف شما میتونه برای خیلی ها الهام بخش باشه. در نهایت باید یادمون باشه زندگی ارزشش بیشتر از اونیه که به خاطر ترس از حرف بقیه خودمون رو سانسور کنیم. محبوبیت مثل موج میاد و میره، اما اصالت مثل صخره‌ایه که
همیشه سر جاش میمونه. وقتی خود واقعیمون باشیم شاید خیلی ها ازمون فاصله بگیرن، اما همون تعداد کمی که کنارمون میمونن ما رو واقعی‌تر و عمیق‌تر دوست دارن. دنیا به آدم‌هایی نیاز داره که با شهامت زندگی میکنن، نه به کسانی که فقط دنبال تاییدن. ما وقتی شجاعت منفور بودن رو تمرین کنیم، در واقع داریم بزرگترین هدیه رو به خودمون میدیم. آزادی. آزادی از زندان نگاه دیگران، آزادی از نقاب‌ها، آزادی از زندگی نصف نیمه. هیچ آرامشی بالاتر از این نیست که شب موقع خواب مطمئن باشی امروز خودت بودی، حتی اگه همه تاییدت نکردن. پس یادت باشه، تو قرار نیست برای همه دوست داشتنی باشی. قرار نیست همه برات دست بزنن. تو فقط قرار خودت باشی و همین کافیه. زندگی کوتاه‌تر از اونه که بخوای نقش بازی کنی. شجاع باش، خودت باش و اجازه بده همونطور که هستی بدرخشی.